لرزش موقع فیلم برداری یا فیلماتون رو گرفتید لرزش داره، بیاید یک بار برای همیشه این مشکل رو حل کنید. این ویدیو به جرئت میتونم بگم کامل ترین ویدیویی که در مورد لرزش تصویر توی اینترنت میتونید پیدا بکنید. سلام، من عرفان گودرزی ام و توی این ویدیو میخوام 2 تا مبحث، یکی موقع فیلم برداری چی کار بکنیم که لرزش دستمون کمتر بشه و یکی بعد از فیلم برداری چیکار بکنیم که لرزش دستمون به حداقل برسه. موضوع اولمون فیلم برداریه. شما اگر موقع فیلم برداری بتونید لرزش دست کمتری داشته باشید و با یه حرکت آرومتری فیلماتون رو ضبط بکنید، موقع تدوین خیلی کاری ندارید و حتی میتونید توی تدوین اصلا لرزشگیری رو دیگه استفاده نکنید، یعنی استابیلایزر روی تصویراتون نندازید. قبل اینکه بریم راجع به نکات فیلم برداری و نحوه حرکت و چیزای دیگه براتون بگم، این نکته رو مد نظر داشته باشید. موقع فیلم برداری هر چقدر فریم ریت ویدیوهای شما، یعنی اون تعداد فریمی که در 1 ثانیه داره ضبط میشه بیشتر باشه، شما حرکت اسلو موشن تری میتونید داشته باشید. هر چقدر توی 1 ثانیه تعداد فریم ها، اون عکسایی که داره گرفته میشه رو ما بیشتر بکنیم، مثلا بیایم 60 فریم بر ثانیه فیلم بگیریم، موقع تدوین خیلی راحت تر میتونیم اونو اسلو موشن بکنیم یا بیایم بهش بگیم که چجوری استابیلایزر بهتری روی اون تصویرمون بندازیم. پس اولین نکته اینه که موقع فیلم برداری حتما با فریم ریت بالاتری فیلم بگیرید، مثلا 30 فریم حداقل یا 120 فریم بگیرید. و اما یه نکته دیگه، توی گوشه آیفون یه گزینه‌ای داره به اسم اکشن مود. اکشن مود رو که انتخاب بکنید، خود دوربین و خود گوشی میاد کمترین لرزش رو به دست شما میده. نگاه کنید، من میام رو اکشن مود 1 و از این تیکه میخوام یه تیکه فیلم بگیرم. دستم رو الان اینجوری تکون میدم و اما ویدیویی که گرفته شد اصلا اون چرخشه رو نشون نمیده و این خیلی جذابه. بریم سراغ نکاتی که توی یه فضای دیگه من ضبط کردم و اونا رو ببینیم و برگردیم. فرض کنید شروع کار هستید و میخوایم یه تمرین خیلی ساده داشته باشیم. تمرین اول، بدون اینکه نفس بکشید سعی کنید یه تیکه فیلم ثابت از یک نقطه بگیرید. اینو خودتون حالا تست بکنید. موقعی که نفس میکشید سرشونه بالا و پایین میره و اصلا بدن شما میلرزه و این لرزش بدن و بالا پایین رفتنه باعث میشه که تصویر شما به لرزه بیفته. برای اینکه این اتفاق نیفته یه تمرین خیلی ساده است. یه لحظه نفستون رو حبس کنید، در حد 5 ثانیه یا 10 ثانیه یه تیکه فیلم خیلی ثابت بگیرید. این میشه یه تمرین خیلی ساده که لرزش دستتون رو کمتر میکنه. تمرین دوم، همین حالت نفس و حبس کردن رو داشته باشید. حالا میخوایم حرکت بکنیم، به جایی که دوربین ثابت بگیریم، یعنی از یه نقطه فیلم بگیریم، میخوایم یه حرکتی داشته باشیم، یه المان داشته باشیم. مثلا من میخوام از این چراغ فیلم بگیرم، نفسمو حبس میکنم و پامو بیشتر از عرضشونه باز میکنم و تلاش میکنم که از یه نقطه آروم حرکت بکنم و بتونم از یه نقطه فیلم بگیرم. نکته که هستش، ابتدا وزنم رو روی پا میندازم، بعد با پام آروم به یه نقطه دیگه میرم. ببینید چجوری میشه. این برای تصویربرداری از نماهای نزدیکتر، مثلا یه جسمی رو داریم که نزدیکتره، میخوایم از یه تیکه نزدیکتر فیلم بگیریم. این برای این کار خیلی بیشتر به کار میاد. تمرین سوم، فرض کنید حالا میخوایم یه استپ بریم جلوتر، میخوایم نفس بکشیم. قرار نیستش که تو کل فیلم برداری ها ما نفسمون رو حبس بکنیم، هیچ وقت نفس نکشیم، خب میمیریم اینجوری. خب برای این کار باید چیکار بکنیم؟ فرض کنید یه نقطه A داریم، میخوایم به این نقطه B بریم. از نقطه A که نفسمون رو حبس کردیم تا نقطه B نفسمون رو آهسته خالی میکنیم و این باعث میشه که تمرکز ما روی عصب و عضلمون بیشتر بشه، کما اینکه نفس هم بکشیم و خیلی بعدش اینجوری نشیم.
ببینید چجوری میشه. نفس حبس. خب یه بار دیگه ببینید. از نقطه A میریم تا نقطه B و نفس حبس شده نقطه A رو تا B خالی میکنیم به این صورت. این هم میشه تمرین سوم. من خیلی ساده و کوتاه دارم این موضوعات رو توضیح میدم. نیاز هستش که شما خودتون تمرین بکنید و اینو بیشتر یاد بگیرید. اما یه کار دیگه ای که میتونید بکنید اینه که صداهای ترانزیشنی در بیارید. یعنی چی؟ صدای ترانزیشن دیدید از یه نقطه تا یه نقطه میره. برای این کار باز همون حالت، به جایی که نفس رو بدیم بیرون از نقطه A تا B خالی بکنیم، حالا این سری نفس میگیریم. نگاه کنید، خالی میکنم و یعنی دم و بازدم. ببینید این کار باعث میشه که ذهن شما شرطی بشه و عضلاتتون رو شرطی بکنه، بگه که از این نقطه باید تا این نقطه برم و یه جا استاپ بکنم و دوره بیام عقب و اونجا استاپ بکنم. این هم یکی از تمرینات دیگه‌ای که برای عصب عضله است و به شما کمک میکنه که بتونید روی عضلاتتون کنترل بهتری داشته باشید. قبلش من یه نکته بهتون بگم. نحوه راه رفتن خیلی مهمه، اما قبل از راه رفتن نحوه گوشی دست گرفتنه. قبل اینکه اصلا شما تمرینی بخواید بکنید، ما تا الان نفسگیری و نفس دم و بازدم رو تمرین کردیم، بحث بدون نفس کشیدن فیلم گرفتن رو گفتیم، اما الان میخوام بگم که چجوری اصلا گوشی رو تو دست بگیرید. نگاه کنید یه لحظه. من گوشی رو اگه اینجوری بگیرم تو دستم، یه دونه انگشت زیر دستمه، زیر گوشیمه، دو تا انگشت بغله، یه دونه پشت گوشی رو گرفته، شستم هم که این بغل گوشه. مدل معمولی که همه فیلم میگیرن یا همه گوشی رو تو دستشون میگیرن اینجوریه. این باعث میشه که گوشی شما خیلی بلرزه. اما راهکار چیه؟ برای اینکه لرزش دستتون تو این حالت کمتر بشه، راحت ترین راهش اینه که یه دونه دست دیگه بیاد و دو دستی گوشی رو بگیرید. وقتی یه دونه دسته مفاصل یک دست آزاده و وقتی یه دست دیگه میاد مفاصل دو دست میشه و این به راحتی حرکت نمیکنه. نکته بعدی، برای اینکه لرزش دستتون این آزادی مفاصلتون رو کمتر بکنید، میتونید گوشی رو به خودتون و قفسه سینه‌تون نزدیکتر بکنید و مفاصلتون اصطلاحاً بسته تر بشه. این حرکت باعث میشه که لرزش دست کمتری رو بتونید شما داشته باشید. یعنی اگه بخواید حرکت بکنید مثلا یه نقطه تا یه نقطه دیگه، اینجوری که بگیرید و آروم حرکت بکنید، لرزش دستتون کمتر میشه. حالا نحوه راه رفتنم جلوتر براتون میگم. اما من خودم معمولا توی فیلم برداریام گوشی رو اینجوری میگیرم. گوشی رو برعکس میکنم، میذارمش کف دستم و با این 4 تا انگوش میگیرمش. حالا به جایی که 2 تا انگوش باشه و گوشی اصلا لق بزنه تو دستم، اینجوری میگیرم و این شستم هم میذارم بالاش و این یکی دستم هم اینجوری میاد زیرش. این کمترین حالت لرزش رو به من میده و میتونم با یه لرزش خیلی کمتری فیلم یا عکس بگیرم. یا اینکه میتونم یکی دستم هم اینجوری بکنم، باز همون حالت، کتف بسته، گوشی به سینه نزدیکتر و حرکت. حالا نحوه راه رفتن. تا حالا شده موقعی که همه خوابن، تو از اتاق خواب میخواید بیاید بیرون و در رو آهسته باز میکنید، آهسته قدم ور میدارید که صدای پاتون رو کسی نشنوه. برای این کار چجوری راه میرید؟ نگاه کنید. فرض کن من میخوام راه همین سنگ فرشایی که صداش میاد راه برم و با کمترین صدا راه برم. اول پاشنه رو میذارم بغل پا پنجه، پاشنه بغل پا پنجه، پاشنه بغل پا پنجه. قدم هایی که برمیدارم اگه تو حالت عادی قدمم مثلا 80 ثانیه 1 متره، حالا توی قدم برداشتن بی سر صدا قدم های نزدیکتر به همی برمیدارم، اصطلاحاً نیم قدم برمیدارم. و نکته بعدی،
برای اینکه لرزش دستتون کمتر باشه یه ذره حالت نشسته تر میگیرید و زانوتون همیشه صاف نمیشه، یه ذره خمه و تو این حالت راه میرید. این باعث میشه که لرزش دست شما کمتر باشه، بدنتون در عین اینکه شله و آماده است لرزش کمتری به عضلاتتون بیاد. حالا فرض کنید تمام این چیزایی که گفتم، از نحوه دست گرفتن دوربین توی دست تا راه رفتن و خم شدن و اینجور چیزا رو میخوام همزمان با هم پیش ببرم. به این نحوه راه رفتن اصطلاحاً توی فیلم برداری میگن نینجا واک، یعنی راه رفتن نینجایی. توی نینجوتسو یه نحوه راه رفتنی هست که اینجوریه. من حدود 6 سال نینجوتسو کار کردم و اینو اونجا هم واقعا با گوشت و استخون حس کردم و تمرینش کردم که آهسته حرکت میکنه به این صورته، ولی خب ما توی فیلم برداری حالا توی این حالت قدم برمیداریم و نحوه دست گرفتنم باز پیش میبرم. یه تیکه فیلمشو با هم ببینیم. این هم نحوه راه رفتن با گوشی یا دوربین. حالا فرض کنید میخواید به سمت یه سوژه حرکت بکنید. برای جلو عقب اومدن دقیقاً به همین صورت فیلم میگیریم، باز به همین صورت میرم عقب. برای جلو اومدن اول پاشنه است، بغل پا و پنجه. برای عقب رفتن برعکسشه، اول پنجه، بغل پا و پاشنه. حالا فرض کنید میخواید بچرخید، یعنی یه سوژه‌ای هست که میخواید دور این بچرخید یا مسیرتون رو تغییر بدید. برای این حرکت خیلی نرم کار بکنید. ابتدا میرید سر و کمر و سرشونه و کمر میچرخه و بعد پا دنبالش میره به این صورت. یک بار دیگه میخوام بچرخم رو به این سمت، حرکت میکنم، دست و سرشونه و کمر میچرخه و بعد پا دنبالش میره. این باعث میشه که لرزش دست کمتری داشته باشید در زمان فیلم برداری. خب تا اینجا نحوه حرکت و راه رفتن و گوشی دست گرفتن یا دوربین دست گرفتن رو بهتون گفتم. اما یه ابزار دیگه ای هست به نام گیمبال که برای دوربین هست، برای موبایل هم هست، که توی یه سری پروژه هایی که مثلا دیگه حوصله ندارید یا تایمش خیلی طولانیه یا میخواید دقت بیشتری داشته باشید، یعنی میخواید خیلی حرفه‌ای تر فیلم بگیرید، میتونید از این وسیله هم استفاده کنید. به این وسیله میگن گیمبال. اما چی کار میکنه؟ این وسیله لرزش‌های ایکس و وای رو از شما میگیره و شما هر چقدر اینو تکون بدید، اگه حتی این دکمه‌ش هم نگه دارید دیگه ثابت کلا میمونه و هیچ جوره تکون نمیخوره. این وسیله‌ای که لرزش دست شما رو خیلی کم میکنه و کمک میکنه که بتونید با لرزش کمتری فیلم بگیرید. یا اینکه توی بحث فیلم برداری‌های لو انگل یا از زمین به سمت بالا میخواید بگیرید، با این وسیله خیلی راحت‌تر میتونید حرکت بکنید. فرض کنید اگه این نبود من گوشی رو میخواستم بگیرم خیلی باید خم میشدم و اون لرزشه تو اون زاویه‌ای که پایین هستش خیلی میفته. اما با این وسیله همون حالت قدم برداشتم و خیلی راحت میتونم حرکت بکنم. یه سری امکانات دیگه داره، مثلا سوژه رو میتونه دنبال بکنه، میتونید سلکت بکنید خودش دنبال سوژه بره و دوربین رو بکارید هر طرفی که شما قدم بردارید به سمت شما گوشی و دوربین میچرخه. و یه سری امکانات دیگه مثل هایپرلپس و تایم لپس و اینجور چیزا داره که در ادامه ویدیوها اینا رو حتما آموزش خواهم داد. خب بریم استودیو، نکات تکمیلی رو براتون اونجا توضیح بدم. خب خیلی خوش برگشتید به استودیو. اما همون جور که گفتم برای اینکه با لرزش کمتری ما بتونیم تصویر بگیریم یا ویدیوهایی بسازیم با لرزش کمتر، دو تا نکته مهمه. یک بحث فیلم برداریه که شما اگه توی فیلم برداریتون از یه سری تکنیکایی که عرض کردم استفاده بکنید، خیلی راحت‌تر میتونید یه ویدیوی بدون لرزش بسازید. موضوع دوم اینه که تمام تلاشتون رو کردید که موقع فیلم برداری با لرزش کمی بگیرید. حالا به هر دلیلی هر جوری که شده دستتون لرزیده یا هر اتفاقی افتاده اشکالی نداره،
من میخوام بهتون یاد بدم که الان چجوری توی نرم افزارهای تدوین، چه توی گوشی و چه توی لپتاپ، چجوری لرزش دستتون رو کمتر بود. و اما لرزشگیری در موبایل. تو موبایل چجوری ما میتونیم بدون لرزش فیلم بگیریم؟ قبلا نرم افزار کپکات یه گزینه‌ای داشتش که اینجا استابیلایزر داشت و ما میتونستیم به وسیله این استابیلایزر لرزش تصویرمون رو به حداقل برسونیم. اما الان تو نسخه پرو هستش که بغلش یه الماس داره، یعنی شما باید نسخه پروش رو خریداری بکنید و از طریق نسخه پرو بیاید استابیلایز رو روی تصویرتون انجام بدید. خب من یه نرم افزار دیگه پیدا کردم که برای استابیلایز کردن توی گوشی استفاده میشه. یه راه حل خیلی ساده است برای استفاده توی گوشی. اسمش ایمالسیو. بعد اینکه بازش بکنید میگه یه فوتیج انتخاب بکنید. من یه دونه فیلم رو بهش میدم، آنالیز میکنه و الان یه سری گزینه داره. مثلا این بالا HDR رو که بزنم تصویر منو خودش HDR میکنه. اینو بزنم تفاوت بین استابیلایز شده و نشدهش رو به من نشون میده. خب میخوام نحوه فیلم برداری با این گیمبال رو بهتون نشون بدم. آهسته حرکت میکنم، حالا برمیدارم این دوتا رو. اینم که اون فاصله، اون نقطه‌ای که دقیقا مثل حالت نشونه تفنگه، داره میگه که کجا مثلا لرزشت زیاد بوده. خب یک بار دیگه ببینیم. با این نشونه تفنگه خیلی راحت میتونم ببینم که کجا دستم خیلی لرزیده. اما اینو میام خروجی میگیرم، فایل تایپ هم روی MP4 میذارم، ویدیو کوالیتی استاندارد، آدیو کوالیتی هم استاندارد. اکسپورت رو که بزنم میاد به حالا تا جایی که میتونه تصویر منو استابیلایز میکنه و اون لرزش تصویر رو میگیره. میگه کجا ذخیره کنم، میگم سیو ویدیو بکن توی گالری. اما توی گالری همین تصویر رو اومده بر من استابیلایز کرده ولی خیلی مصنوعی شده. یک بار دیگه برمیگردم، استابیلایزش رو یه ذره کمتر میکنم، یه ذره نرمتر میشه اینجوری و بعد اکسپورت رو میزنم، سیو از نیو ویدیو رو میزنم و یه ویدیو جدید توی ویدیوهای من ذخیره شده. از اون حالت تیکه تیکه شدن و اصلا لگ داشتن، منقطع شدنه متفاوت شده و یه حالت نرمتری پیدا کرده. این یه راهیه که با گوشی میتونید شما انجام بدید. اما راه درست‌ترش اینه که با کامپیوتر بیاید لرزشگیری رو انجام بدید و خیلی خفن‌تر و خیلی جذاب‌تر میتونید این کار رو انجام بدید. یه راه خیلی ساده توی کامپیوتر اینه که پریمیر رو باز بکنید، این فوتیجتون رو وارد بکنید، ببینید اول چجوری چقدر میلرزه. قشنگ دستم اینجوری بالا پایین میشه و لرزش داره. من میام اینجا و وارپ استابیلایزر رو انتخاب میکنم و میارم میندازم روی فوتیج تصویرم. اینجا میزنه که داره آنالیزش میکنه. درصد اسموسش رو میام میذارم حدودا مثلا بین 5 تا 10% و این آنالیز میکنه و استابیلایزش انجام داد. میبینید لرزش دست خیلی کمتر شده و خیلی جذابتر داره این کار انجام میده. اما فرض رو بر این بذاریم که باز هم با پریمیر اونجوری که میخواید خیلی خوب در نیومده. افتر افکت رو باز میکنیم و فوتیجمون رو وارد افتر افکت میکنیم. تو این قسمت یه دونه کامپوزیشن میسازم، سایزم مثلا همین سایز افقی میخوام به لندسکیپ 1920 در 1080 و اینتر.
فوتیجمو وارد میکنم، میارمش تو این قسمت بین و بعد توی کامپوزیشن. تصویر من روتیت شده، از قسمت ترانسفورم میام روتیشنش رو -90 میذارم که بچرخ. تصویر من 4K هستش، میتونم اسکیلش رو 50% بکنم که دقیقا همون اندازه تصویرم بشه. خب تصویر رو ببینید، لرزش کاملا مشخصه. حالا میام از قسمت ورک اسپیس ترکر رو فعال میکنم، میام ابتدای ویدیو استابلایز موشن رو انتخاب میکنم، فایل اصلی رو برای من باز میکنه، همون فایل روتیت شده رو. اینو میذارمش رو صورت این بنده خدا و تارگت رو انتخاب کردم، پوزیشن، روتیشن و اسکیل. برای زمانی که شما مثلا تصویرتون بزرگ و کوچیک میشه، من کاری با اون ندارم، میزنم پلی بشه و اینو کامل ترک بکنه. یه لحظه استوبش میکنم، نگاه کنید میزان جابجا شدن این تصویر رو از این نقاط میتونید ببینید که چقدر دست من لرزیده. باز پلی میزنم، استوب، میبینید این نقاطیه که دست من جابجا شده و اگه بخواد صاف بشه باید توی نقطه باشه، یعنی حالت سپایه. حالا پلی میزنم و میذارم که کارشو بکنه. شب گلستان تنها منتظرت بودم. ساعت 4 بعد از ظهره. عشق کن نور. ویدیو اون نوره رو راستی گرفتم براتون میذارم، عشق کنید. قسمت شورت ویدیوهای پیج من رو ببینید، ویدیوهای کوتاه. خب فرض کنیم که تا اینجای ویدیو رو میخوایم استابلایز بکنیم. اپلای رو میزنیم، میگه X و Y میخوای، صرفا محور X ها رو میخوای یا محور Y ها رو میخوای. من X و Y رو میزنم، همون جور که میبینی تصویر رو کراپ میکنه، ببینید. ولی این کمترین حالت استابلایز کردنه. یعنی چی؟ یعنی اون نقطه‌ای که من استابلایزش کردم و دقیقا وسط قرار داده و تکون خوردن تصویر رو اطرافمون قرار داده. یک بار دیگه ببینید، کله این بنده خدا دقیقا اون وسطه و خیلی جذاب شده. این هم از استابلایز کردن به وسیله نرم افزارهای موبایل کامپیوتر، که کامپیوتر توی پریمیر داریم ساده تر و خیلی لول پایین تر، و توی افتر افکت که بالاترین حالت استابلایز کردن رو به شما میده. ممنون که تا انتهای این ویدیو همراه من بودید. حتما لطفا کانال منو سابسکرایب بکنید و اگه سوالی دارید توی کامنت ها از من بپرسید. به امید دیدار.